حالتون چطوره؟ سلام. همونطور که میبینین حرفتی مثل بهشته. واقعا جای فوق‌العاده‌ای هستیم. حالم خیلی خوبه، حرف نداره. روز سیاه چجوری شروع شد؟ میشه از روزای اول فیلم برداری برامون بگین؟ روز سیاه 4 سال پیش شروع شد. سکانسای اولو البته که به خاطر دارم. اون سکانسا رو توی آدانا ضبط کرده بودیم. خیلی هیجان زده بودم و خیلی هم خوشحال بودم. ما تو فصل زمستون کار سریال شروع کردیم. البته کار ساده‌ای هم نبود. سخت‌ترین سکانس خفه شدنم توی آب فراتونم توی دمای منفی 20 درجه بود. واقعا یخ زدم. اونایی که اون صحنه رو تماشا کردن دیدن زیر پیراهنم لباس مخصوص غواصی بود، ولی غیر ممکن بود. از همه جا آب نفوذ کرد چون باید قسمت بالاشم ببندیم. اگه بسته نشه به هیچ دردی نمیخوره. خیلی سردم شده بود. کم مونده بود قلبم وایسته، ولی تحمل کردیم دیگه. خیلی سرد بود. باران پسر منه. هیچ کس نمیتونه پسرمو از من بگیره. صبر کن، نفسم بند اومد. صبر کن. خدای من. باران پسر تو نیست، پسر منه. فهمیدی؟ پسر منه. همه چی عالی بود. روز سیاه سریال موفقی بود. به نظر شما مهمترین دلیل موفق بودن روز سیاه چی بود؟ یکی از مهمترین دلایل موفقیت روز سیاه فیلمنامش بود. از لحاظ داستانی خیلی فوق‌العاده بود. یعنی داستان جالب و دیدنی داشت. شخصیت‌ها و اسما هم خیلی با هم مچ بودن. مثل اسم کندال که من خودم قبلا نشنیده بودم. معنیش لبه یا کنار پرتگاهه، یعنی که و نون از کنار برداشته شده و دالم که به معنی پرتگاهه، یعنی نزدیک یا کنار پرتگاه. خیلی اسم قشنگیه و من واقعا خیلی دوستش داشتم. کندال. از مفهوم اسمم همه چی مشخص. مادر. مراد دلت بود، ولی من پرتگاهی بودم که میترسیدی ازش بیفتی. اینطور نیست مادر؟ از خونت بیرونش کردی، جلوی زن و بچهش و خواهرش زدی زیر گوشش. نه. از خونت بیرونش کردی، جلوی زن و بچه و خواهرش زدی زیر گوشش. همون کندال. مثل سگ کار کردم. سالها مثل سگ کار کردم مادر. والا روز سیاه اینطوری شروع شد و بعد 4 سال داره تموم میشه. خیلی ناراحتم که داره تموم میشه. شایدم شکری فصل دومشو بسازه.
وقتی کندال انقدر آدم بدیه پس چرا برای مردم جذابیت داره و مردم دوستش دارن؟ اینم نکته جالبیه. دوست داشتن یه شخصیت منفی تو فیلم یا سریال خیلی عجیبه، مخصوصا از طرف بچه‌ها، چون بچه‌ها هم تماشا میکنن، حتی دقیق تر از بزرگترها، و نظراتشون رو میدن و دوستش دارن. البته همه دوستش دارن. همه بیننده ها به یه شکلی شخصیت منفی رو دوست دارن، هم دوست دارن هم سرزنشش میکنن که کندال بازم کار خودتو کردی، مثل یه داستان واقعی. یعنی واقعا فیلمنامه خوب و جذاب و دلچسب بود و همین که همکارای بازیگرمون همگی تونستن به خوبی از پس نقشاشون بر بیان به خاطر واقعی بودنش، یعنی به خاطر اینکه عین حقیقت بازی کردیم. در واقع کاری نکردیم که مثل یه دنیای خیالی و غیر واقعی به نظر بیاد. واقعیت هر چی که بود همون رو اجرا کردیم و به همین دلیل سریال بیننده های خیلی زیادی رو به خودش جذب کرد. هم شخصیت‌ها، هم فیلمنامه، همه چی فوق‌العاده بود و بدون نقص انجام شد. کندال، ولی نه شاموردی. همون کندالی که میشناسیم، ولی نه شاموردی. این دستایی که گلوی دشمنم فشار میده و به صورت عزیزترین هاشون سیلی میزنه، دستای شاموردی نیست. باید آینه پیدا کنم، باید یه آینه پیدا کنم، باید به صورتم نگاه کنم، باید به صورتم که هیچ کس حتی مادرم هم بهش نگاه نکرده نگاه کنم. همتون میکشم. آینه، یه آینه بهم بدین. الان اقربا افتادن به جونم. نیش بزنین باید یه آینه پیدا کنم. آینه، باید به صورتم نگاه کنم، باید به صورتی که هم ازش نفرت دارن نگاه کنم. نتونستی خوب بازی کنی. داره ضبط میشه. ای بابا، چقدرم جدی بازی کردی. آره. خیلی خوب، تمرین دیگه. تمرینم بخشی از کارمونه. ما هم آدمیم دیگه، کار آسونی که نیست. هم تمرین میکنی هم بازی. اینم بشینه پشت مونیتور بگه هنوزم ضبط میکنه ها. سال دیگه ایشالا با هم دیگه بازی میکنیم. فهمیدی داداش؟ دلت نمیکنه. امروز آخرین روز کاری من تو روز سیاهه. نقشمو تو روز سیاه تموم میکنم. شب برمیگردم استانبول. ما اینجا 4 فصل گذروندیم با تلاشای زیاد. صحنه ها و قسمت ها یکی از یکی خاص‌تر بود. از طرف مردمم مورد استقبال قرار گرفت. واقعا سریال بی‌نظیری شد. نمیدونم، الان نمیتونم بگم دقیقاً چه حسی دارم، ولی به هر حال سریال تموم شد و دیگه دارم برمیگردم خونه. از این به بعد نمیدونم چی کار میکنم. قدری شخصیتی بود که همه دوستش داشتن. این که تو این مدت طولانی خارج از شهر کار کردین برای شما چه جور تجربه ای بود؟ خب تو این 4 سال با روز سیاه زندگی می کردم. تمام کارامو با این سریال تنظیم کردم، ولی هر هفته می رفتم استانبول چون زندگی من اونجاست. زندگیم تو فرودگاه ها و داخل هواپیماها گذشت. میتونم بگم به اندازه یه مهماندار پرواز داشتم و همین سخت‌ترین قسمت کارم بود. بالاخره خواسته یا ناخواسته در طول 4 فصل تو اتاقای هتل زندگی می‌کردیم. از خونه و خانواده‌مون دور بودیم. حتی وقتی میرفتم استانبول هیچ کاری نمی‌کردم. به هیچ کس زنگ نمی‌زدم چون فوقش 1-2 روز بیشتر وقت نداشتم. نمی‌شد دیگه. ترجیح میدادم تو خونه باشم و به کارهای شخصیم رسیدگی کنم. اما گذشته از اینا سخت‌تر از همه دور موندن از خونه و عزیزاته. قبلا هم کارهای زیادی داشتم که بیرون شهر بودن. سخت خواب از خونه و شهر و خانواده و دوستاتون دور میشین. حالا من هیچی، توی یه سری از قسمت ها بودم و برگشتم، ولی بازیگرهایی بودن که تقریبا 4 سال تمام اونجا بودن. برای اونا خیلی سخت بود. اواخر کار اینطور که شنیدم دیگه اهل اونجا شده بودن. بیشتر از اینکه اونجا بودن سخت باشه، حالا براشون برگشتن از اونجا سخت‌تر بود. همین کنار هم بودنمون، چون هممون توی یه هتل میمونیم، هممون سر یه صحنه میریم، محل فیلم برداری مشخصه، هتلمون مشخصه، بالاخره در طول روز خواه یا ناخواه با همیم. اینم باعث شد مثل یه خانواده باشیم و روز سیاه یه خانواده خیلی بزرگ شد. دور از خونه کار کردن خب یه سری سختیام داشت. به هر حال وقتی تو شهرهای بزرگ زندگی و کار کردیم، توی همچین جای کوچیکی کار کردن باعث میشه تا زندگی اجتماعیمون یه جورایی تحت تاثیر قرار بگیره.
فعالیت‌های روزانمون عقب میافتاد چون برنامه خیلی سنگینی داشتیم، ولی برای من کلاً لذت بخش بود. نمیدونم چرا کارای بیرون از شهر همیشه برای من جالب و دلچسبه. به هر حال این تجربه ها برای من خیلی لذت بخش بود، هم لذت بخش و هم خوشایند. سختیای کار بیرون از شهر یکیش این بود که از محیط خونه و خانواده و دوستامون دور بودیم که از لحاظ روحی روانی گاهی اوقات برای همه بازیگرا خیلی سخت میشد، ولی اینجا مثل یه خانواده شدیم. به این ترتیب تونستیم روزای سختم تحمل کنیم و حالا از اینکه از اینجا میریم خیلی قصه میخوریم. یه مقدار از خونمون و زندگی خصوصیمون دور موندیم و از اون بابت هممون یه مقدار سختی کشیدیم. بذار صادقانه بگم مسلما دور از خانواده بودن و زندگی تو هتل سخته، ولی به هر حال اینم بخشی از کارمونه و ما بازیگرا باید با این مسئله کنار بیایم و برای همین تمام پروژه هایی که بهمون میدن با وجود جنبه های مثبت و منفی زیاد به خاطر تجربه با ارزشی که بهمون میده خیلی دوست دارم. توی یه جای جدید بودن هم میتونه جنبه مثبت داشته باشه هم منفی. جنبه مثبتش اینه که روی کار تمرکز میکنی. اینجا با وجود ترافیک استانبول، استرس زندگی روزمره، مشکلات شخصی زندگی، همه اینا باعث میشه تمرکز کردن روی کار یکم سخت بشه. ولی وقتی از اینجا دور میشین از اون مشکلات هم دور میشین و اینم روی کار تاثیر میذاره. ولی خب سختیش اینه که دلتون برای خونتون تنگ میشه، برای خانواده و دوستاتون. اصلا خسته کننده نبود، یعنی میدونین امکان نداشت حوصله‌ام سر بره چون اصلا فرصت نداشتیم. تقریبا هر روز کار میکردیم، سر صحنه استراحت میکردم. بعضی وقتا هم که نقشی نداشتم معمولا تو هتل میموندم، بعضی وقتا میرفتم بیرون جاهای تفریحی و دیدنی. وقتی اینجا فیلم برداری داشتیم همینجا میموندم، بر نمیگشتم. هم یه تنوعی میشد، آب و هوایی عوض میکردم، همین که کنار فرات زیبا بودم، جای زیبایی. دلایل زیادی هست که شخصیت عاصم رو واقعی جلوه میده، چون هم فیلمنامه هست، هم گروه، هم کارگردانی، هم بازیگرای دیگه هستن. و قبل از هر چیزی هولیا دویار هست که نقش مادر بازی میکرد. نقش امینه با بازی هولیا خانم 50% موفقیت نقش عاصم رو تضمین کرد. عاصم هر چقدرم خوب بازی میکرد، نقش مادری که کنارش بود، اگه اون نگاه‌های سرشار از عشق و وفاداری مادرش رو نداشت، عاصم نمیتونست موفق بشه. در کل نصف موفقیت نقش عاصم مربوط به خوب درخشیدن بقیه کاراکترها بود. عاصم، این حرفا بین خودمون. واقعا معذرت میخوام، باید کمربند ایمنیمو ببندم. زیاد فشار نیار. نمیاد. دکمه رو فشار بدم؟ اینا اینطورین. نمیاد. حرکت. فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. خودم میرم. خیلی خوب، باشه. از این پروژه لذت بردم چون کارگردانو خیلی دوست دارم. بولند سارچاقلو رو واقعا آدم خوبیه، چون تو احساسی ترین صحنه ها واقعا با حرفاش به آدم انگیزه میده. حتی تو بدترین صحنه ها یه کار خنده‌دار انجام میده که بخندیم، برای اینکه به کارمون مسلط باشیم و روحیه‌مون رو از دست ندیم. تکون نخور. خب چیکار کنیم؟ خب بزنی؟ خیلی خوب، کاملا فهمیدم. فهمیدی یا توضیح بدم؟ اگه میتونی توضیح بده. لهش کردی. خب بایدم لهش کنم دیگه. تکون نخور. خدا لعنتت کنه. تکون نخور. نه نشد، یه بار دیگه از سر میگیریم. ببخشید. خیلی خوب، حواسم هست. بایستا کندال. اگه نمیخوای دومیشو تو مختت خالی کنم. ببخشید. یه بار دیگه. راستش برای من بازی کردن کنار آقا مسعود تو تمام لحظات فیلم برداری لذت بخش بود. از تمام صحنه هایی که با آقا مسعود بودیم واقعا لذت می بردیم، چون ایشون بازیگر حرفه‌ای هستن و این باعث میشه آدم خیلی طبیعی تر بازی کنه. راستی داری منو میزنی که.
صدا، دوربین، حرکت. تو خیلی از صحنه ها خوش گذشت، خوشحال بودیم، خودتونم دیدین. برای همین تو سریال روز سیاه به من خیلی خوش گذشت، اینطور میتونم بگم. وقتی اون طرفی میرفتی یادت میاد؟ اینطوری رفتی، بعد اینطوری چرخیدی. آره کاملا یادم میاد. یادت میاد؟ تو بیمارستان وقتی دم در اتاق انتظار را میرفتم. خب راستش استاد به خاطر مانتوم بود. به خاطر مانتو؟ آره. ببینین بچه‌ها باید به کارتون مسلط باشین تا همه چی طبیعی به نظر بیاد. باید مثل من بازی کنم. آره دقیقاً همینطوره. خب بچه‌ها با من کاری داشتید امینه خانم؟ اون بیوژانو دستگیر کنین. باید این جمله رو بهتر میگفتی. نشد این طرف پسر. فقط 2 صحنه دیگه باقی مونده تا ضبط بشه. خسته نباشی. آخرین صحنه تو این حیات. خیلی ممنون، واقعا زحمت کشیدی. اختیار داری. عالی بود، صحنه‌های خیلی قشنگی شما داشتیم. لطف دارین. چاقو کشیدن، گریه کردن، خیلی صحنه ها. مسمومیت، چاقو خوردن، وایسا کندال، بس کن کندال، این کارو نکن کندال، همش عالی بود. تحقیر شدن یاسم، بیننده ها واقعا خیلی دوست داشتن. واقعا کارت عالی بود. باید بهت خسته نباشید بگم. خب بریم بقیه صحنه رو ضبط کنیم. به امر خدا و سنت پیغمبر دخترمون ملکو برای پسرمون خواستگاری میکنیم کندال خان. آقا دنبال چی میگردی؟ چرا خندیدی؟ به خاطر پنبا؟ چی شد که به فکر ما افتادی؟ حرکت. از صدای کارگردان ترسیدم. بخوام خراب میکنم، بخوام آتیش میزنم. ای بابا میشه تکرار کنی؟ تازه روزای خوبتونه میاین التماس. خب معلومه از روی کاغذ راحته دیگه. نه چیزی نیست. چی شده پسر؟ چی شده؟ باید ببینین آقا، نمیتونم توضیح بدم. خدا رو شکر که این اذان. زود باش. بین جمله های اذان تا باید بقیه دیالوگتو میگفتی. نه صبر کن. دوباره میریم. 3 2 1. پسر یه روز راحتم بذارین، درد سر درست نکنین. حرکت. پسر یه روز درد سر درست نکنین دیگه. میگم خدایا چه بلایی سر اینجا اومده؟ چی شده؟ کجا بود؟ اینجا بود؟ خودم نوشتم، خودم هم کارگردانی و بازیگری میکنم. 3 2 1 اکشن. وای نوبت من نبود؟ اینجا غیر از من کس دیگه ای دستور. کولر ماشین کار نمیکنه، بچه داره گریه میکنه. آقا شکری یعنی کاپیتان، کولر ماشین گاز میخواد. از همینجا بگم ایگیت هم اینجاست. گفت بگو، منم به عنوان واسطه گفتم. من فقط وظیفه‌مو انجام دادم. فقط این کولر رو درستش بکنین باشه. کباب شدیم. صحنه 47. یه لحظه صبر کنین. 3 2 1. خب الان شیشه ها رو میبندیم تا حسابی جزغالی بشیم و بسوزیم. حرکت. هی بچه داره فرار میکنه، برو بگیرش. یه بار دیگه. وایسا بچه، بیا اینجا. بچه رو بگیر. مهدی بیا اینجا. بیا اینجا عزیزم. بیا اینجا عزیزم. بیا. آفرین. به جای اینکه تو روی من وایسی برو دخترتو جمع کن. چی داری کنین؟ چه خبره؟ آقا شکری فصل بعد باز اینجاییم. آره همینجا. هی
عالیه عالیه یا عالیه آماده ایوه ای زندگی در بدرم کردی بیچاره و خاک. بذار یه چیزی بگم، دوچار ناامیدی شدیم. برگردین اونجا رو نگاه کنین. ماشین زندان 0.5 متر مربع، کله کندال 2 متر مربع. اون وقت به نظرت سخت نیست؟ بگو ببینم. خدا به نظر من که واقعا سخت. بالاخره دستگیر شدیم. آره والا دستگیرمون کرد بالاخره. اینجا رو ببین، اینا رو دولت چسبونده اینجا. دولت. آره منم از اون ستاره دارم. خیر سرت. بیا سوار ماشین زندان چه ببینم. ماشین زندان. زود باش بیا. باشه سروان میام. میخواستم بزرگش کنم یه پسر خوشقد و بالا بشه. یه بار بهم گفت بابا، اون کلمه ای که دلم میخواست تا آخر عمرم 1000 بار بشنوم. گفت بابا. شاید همینطوری ناخودآگاه گفت، ولی گفت بابا. خودم شنیدم. مطمئنم پسرم به من گفت بابا. پسر عزیزم. میخواستم بزرگش کنم، قدش از من بلندتر بشه. یه صحنه‌ای بود که اصلا بچه‌شو از دست داده بود. اونجا یکی از صحنه‌هایی بود که تازه داشتم رولما نشون میدادم. 4 روز خودمو مجبور کردم که حالم بد باشه. بیرون اومدن از اون حس برام خیلی سخت بود. البته بعدا میتونی تکنیکای مشخصی پیدا کنی، ولی اون اوایل چون صحنه سنگینی بود از نزدیکترین راه وارد شدم. همون تو ذهنم بود و یه کمی قصه خوردم. کجا فرار میکنی؟ وایستا ببینم. وایستا. خیلی خوب، عالیه. 3 2 1 شروع. یه بار دیگه. مگه عقل تو از دست دادی؟ خدا لعنتت کنه. این دفعه دیگه ولت نمی کنم. برو کنار. کندال بینش کن. بیا اینجا. من کجاست؟ تازه داشتم خودمو آماده میکردم. از موهای سرم گرفته تا نوک پام حاضر میشدم. یه خلایی تو وجودم هست. مگه آدم تو خلای خودش میفته؟ داشتم لحظه شماری میکردم. لحظه شماری. قرار بود صاحب یه دختر بشم با موهای بلند و طلایی، انگشتای باریک و خوشگل، دستاشو، پاهاشو میبوسیدم و بو میکردم. حسرت دیدن روی دخترم به دلم موند. یعنی دخترم با هم قهر کرده. زنده داشت. دخترش آروم باش. پرستار با هم قهر کرده. باید کاری میکردیم تا کندالم یه غم بزرگ رو تجربه کنه. تو دنیا هیچ داغی بالاتر از داغ فرزند وجود نداره.
کندال انقدر بدی کرد که باید تاوان بدیهاشو پس میداد. کندال کاری به کار رجب نداشته باش، بهم قول دادی یادت نره. نه مادر نه، اون قضیه دیگه برای من تموم شد. ما حرف زدیم، اونم دیگه اینجا نمیمونه. متوجه اشتباهش شد. آره مادر، بعدم میبینمت. خداحافظ. باید اینطوری میشد فرات. من چی بهت گفتم ها؟ اگه نگفتم هیچ کس نمیتونه مانع کندال خان بشه تا پسرشو جیگر گوششو بغل کنه. میرفتی پیش دخترت. اگه بهت نگفتم هر کی بره دنبال بچهش. انتهای سریال از همون 3 سال پیش مشخص بود. یعنی کندال به خاطر اعمالش نباید با مرگ مجازات میشد. بیننده ها انقدر روی کندال حساس شده بودن که کندال باید حتما به طریقه دیگه مجازات میشد. به نظر من بیننده ها دوست نداشتن این مجازات مرگ باشه. لازم بود سریال طوری تموم میشد که نشون میداد آدمای بد و بدی ها پیروز نمیشن. برای همین همیشه تو ذهنم بود که مجازات کندال باید خیلی سنگین باشه. باعث آزار و اذیت آدمای زیادی شد، باعث مرگ آدمای زیادی شد. برای همینم پایان سریال از خیلی وقت پیش تو ذهنم بود. حالا قسمت شد تونستیم این پایان رو بسازیم. به نظرم قشنگ شد. اینکه شخصیت شما مدام در حال جنایت کردن بود به نظرتون عجیب نبود که چجوری به این سرعت تونستین باهاش کنار بیای؟ نه، من از کسایی که منو تبدیل به کندال کردن شکایت از فیلم نام نویسا و تهیه کننده ها. از افشار فیلم شکایت دارم. من از افشار فیلم شکایت دارم. منو به این روز انداختن، آبرومو جلوی مردم بردن، آوارم کردن، بعدش هم که ازم سوء استفاده کردن. من ازشون شکایت میکنم. من کندال از کسایی که منو تبدیل به کندال کردن شکایت دارم. صحنه‌ای بودن که ازشون خیلی لذت بردم. صحنه‌ای که از لحاظ احساسی فوق‌العاده سنگین بودن. میفهمین؟ بیشترشون مربوط به صحنه‌هایی میشد که با بچه‌هام بودن. مثلا یه صحنه‌ای بود که با دخترم آدا کنار رودخونه و پایین کارگاه فرات فیلم برداری شد. اون صحنه رو واقعا دوست داشتم. به نظرم فوق‌العاده بود. حتی از لحاظ زیبایی مناظرم عالی بود. صحنه متفاوتی بود. از اون صحنه ترسیده بودم. صحنه‌ای بود که به خودم سیلی زدم ولی با اشتیاق زیادی اون صحنه رو بازی کردم. صحنه‌ای که ازشون میترسیدم بعدن صحنه‌های مورد علاقه‌ام میشدن. برام خیلی جالب بود. بابا تو سالهای سال منو فریب داد. یه ذره دیگه داشته. مامان این کارو نکن. یه پسرم داشته. مامان تو رو خدا سالها فریبم داد. کندال سعی میکنه خفش کنه. نارین داره کینه‌شو نشون میده. پس من از کی حساب بگیرم ها؟ من از کی حساب بگیرم؟ میگی بابا تو این سیلی کی حساب پس میده ها؟ مادرت حساب پس میده. زود باش بزن مامان. با تو هم منو بزن مامان. بس زود باش. مامان تو رو خدا دیگه بس بزن آدم. زود باش. سخت‌ترین صحنه‌ای که داشتین و هنوزم تحت تاثیرش قرار دارین کدوم صحنه بوده؟ صحنه‌های پایانی. راستش آقا شکری گفت هر بلایی میتونی سرش بیار. وقتی که یواش یواش عقلشو از دست میده و از لحاظ روانی دچار مشکل میشه، اون موقع است که لرزش‌های عصبی شروع میشه. راستش سخت‌ترین قسمت‌ها این 3 قسمت آخر بود. واقعا خیلی برام سخت بود. بازم تو؟ ها؟ تو مردی گم شو برو اومدی مرا بکشین. تو مردی وجود نداری.
شماها وجود ندارین، مردین. کمکم کنین، اونا میخوان منو بکشن. کمکم کنین، کمک. از لحاظ ذهنی و جسمی واقعا که خیلی طاقت فرسا بود. اون شخصیت یه دفعه از کندال خان تبدیل شد به یه آدم روانی با لرزش‌های عصبی و خلاصه از اینجور مسائل. این موضوع منو بیشتر از همه خسته کرد. برای همین حتی الانم بدنم میلرزه، چون کاملا بهش عادت کردم. میدونین اگه یک کار تو با علاقه انجام ندی مزهش از بین میره. منم با علاقه انجامش دادم. تو این سریال بیننده برای یه شخصیت بد گریه کرد. اتفاقا این مسئله مطابق برنامه‌مون بود. اینکه آدمای بد چرا بد هستن، دلیل بد بودنشون چیه، آیا ذاتاً بد هستن یا به دلایلی اونا به سمت بد بودن سوق داده شدن. خواستیم این مسئله رو تو این سریال نشون بدیم. تو قسمت آتش سوزی کارخونه یه صحنه بود که از پشت بوم می اومدیم پایین. صحنه پایین اومدن از پشت بوم توسط آتش نشانی انجام شد. راستش اونجا بود که یکم ترسیدم، چون ارتفاعش خیلی بلند بود و داخل یه سبد کوچیک بودیم. هیچ ایمنی وجود نداشت. تنها صحنه‌ای که ترسیدم اون بود. صحنه‌های تصادف زیادی داشتیم، مثلا آتش سوزی، تیر خوردن، ولی تو هیچ کدومشون اصلا اینجوری نترسیده بودم. دستتو بده به من پسرم. اول دستتو بده، بعد تصمیم تو بگیر. یا عمو و برادرزاده بپریم و تموم بشه بره، یا دستمو بگیر و به زندگیمون ادامه بدیم. اصلا یه پدر و پسر. من تو رو پسرم میدونستم، پسر خودم. باران عمو جلو نیا. باران دستتو بده من. خواهش میکنم جلو نیا. باران این کارو نکن، دستتو بده به من. باران میشه کم توضیح بدی؟ باید خیلی دقت کنی. ببین اینجوری حرکت میکنی به اون طرف، فهمیدی؟ چه خبره؟ نه تو مردی. خدای من. نه جلو نیا. تو مردی، جلو نیا، برگرد. نمیتونی نفس بکشی؟
وقتی سر منو زیر آب میکردی منم همینطوری خفه میشدم. خوب بود پسرم اینجاست. پسرم زنده است. میدونستم زنده است. مامان برو مامان ازش بگیر. زوم کن زود باش. باران میاد اینجا. کندال که سوار ماشین میشه از پشت سر از رو پله ها چی کار میکنین؟ فقط باید تماشا کنین. و بعدش باران دقیقاً میاد اینجا وای میسته با یه حالت غمگین. بعدش مادرش هم میاد اینجا و دستشو میذاره رو شونه پسرش اینجوری میگه خیلی خوب پسرم همه چی تموم شد. اونا مستقیم به افق نگاه میکنه. بقیه‌تون هم همین اطراف وای میستین. پسرم دیگه تموم شد. حرف ابرو که تموم شد بعد از چند ثانیه از این طرف میری. فهمیدی؟ آفرین. آفرین مسعود کارت واقعا عالی بود. میبینی حسودیش شده. واقعا کارت عالی بود. خب باید فیلم برداری رو ادامه بدی. ما اینیم دیگه. دیدی ابرو خانم اینجوری همه از کندال تعریف خیلی خوب حالا اینقدر از خودت تعریف نکن. آره باید حواستون رو جمع کن. وقتی ماشین میره تو دیالوگ تو بگو. خیلی رود زیاد شده. هیلاری و هولیا با هم هماهنگ باشن. آیشه چی؟ آیشه باشه ولی هیلاری هم باشه. خیلی خوب. خیلی خوب. روزگار کجا رفته؟ رفته دستشویی. نقشی که به من پیشنهاد شد به هر حال منو ترسون، چون آسم شخصیت خیلی متفاوتی داشت. اول از همه برای بازی کردن نقشه معلول باید ویژگی ها و توانایی خاصی داشته باشین. راستش ترسیدم، دچار استرس شده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. از چیزی که بیشتر از همه میترسیدم این بود که اگه این شخصیت درست در نمی اومد باعث ناراحتی همه بیننده ها میشد. یعنی میتونست تأثیر بدی روشون بذاره. اگه اشتباه میکردم ممکن بود برام بد تموم بشه، از لحاظ حرفه‌ای بهم آسیب بزنه، ممکن بود آدمای معلول رو اشتباه معرفی کنم. به خاطر تمام این دلایل تلاشم این بود که نقش آسم برای بیننده ها باورپذیر باشه و روی این مسئله خیلی کار کردیم. اولی موضوعی که با استاد مراد صحبت کردیم در مورد همین بود. یعنی آسم شخصیتی بود که با هم دیگه خلق کردیم. نقش من برادر خونده کندال بود، ولی به خاطر شاخ و برگای فیلمنامه تمام شخصیت‌ها برادر، پسر، پدر، همسر و بچه همدیگه در میان. برای همین خدا رو شکر میکنم که به همین جا ختم شد و فقط برادر خونده کندال شدم. نقش یه آدم خوب رو بازی میکردم. غیر از کندال تمام شخصیت‌های جنبه مثبت داشتن، ولی من کاملا و 100% خوب بودم. یه آدمی که بدون حیله و فریب سعی میکرد کندال رو هر طور که شده شکست بده. تیپ و رفتار یه آدم شهری و ثروتمند که میخواست حتما انتقام بگیره و در آخر موفق به انجام این کار شد. کسی که از کمر به پایین فلجه میتونه شنا کنه؟ به زودی معلوم میشه.
کندال با خشمی که نسبت به زندگیش داشت و این خشمش انقدر پایه محکمی داشت که گاهی اوقات مثلا صحنه‌ای که با هم توی زندان داشتیم، بیننده اونجا فکر میکرد مراد اومده مقابل برادرش وایستاده و الان نابودش میکنه، ولی برعکس شد. کندال طوری از خودش دفاع کرد که خیلی از بیننده ها دچار سردرگمی شدن و با خودشون گفتن حق با این آدم بود. یعنی کندال برای خودش دلایل و منطق بسیار محکمی داشت، فقط همونطور که گفتم اینو به شکل بدی بروز میداد. من کندال شبیه جوکر توی بتمن میدونم. از اونم وقتی میپرسیدن برای خودش دلایل خیلی محکمی داشت. بابت چی حساب پس میگیری؟ خجالت نمیکشی؟ مادر به هوای این که تو رو کشتم روم اسلحه کشید، دلش نیومد ماشه رو بکشه، گذاشت رو گلوی خودش. تو آخرین لحظه رسیدم، کم مونده بود خودشو بکشه، چون پسرش رو کشته بود. اون موقع تو داشتی چی کار میکردی ها؟ یه جایی قایم شده بودی و تماشا میکردی و عکس میگرفتی؟ میخوای تصفیه حساب کنی مراد؟ باشه تصفیه حساب میکنیم. حساب و کتابتو بکن. اگه یه ذره عقل تو کلت داشته باشی نمیذاری من از اینجا بیام بیرون. اگه از اینجا بیام بیرون اون موقع من باهات کار دارم. گفتی روز تصفیه حساب رسیده، حق با توه. روز تصفیه حساب رسیده. میکشم تغذی، نمیذارم زنده از اینجا بیرون بری. تو باعث شدی همه این بدبختی ها رو بکشم، تو باعث شدی این بلاها سرم بیاد. ولت نمی کنم، حسابتو میرسم. ولم کنی. صحنه های زیادی داشتیم که مربوط به خواب بودن، صحنه های خواب که فوق‌العاده شدن تو هر قسمتی نوشته میشد. بعد از ما تو بقیه سریالام این کار تکرار شد، ولی ما صحنه های خواب فوق‌العاده‌ای داشتیم. این خوابا کاملا مربوط به گروه کارگردانی می شدن، یعنی ما اینا رو روی کاغذ نمی نوشتیم، به طور کامل به عوامل تولید واگذار می کردیم. وقتی دیدیم صحنه‌های خواب خیلی قشنگ در اومدن، دیگه تو هر قسمت برامون تبدیل به یه عادت شد. بیننده ها هم این خوابا رو دوست داشتن، چون این موفقیت مختص گروه کارگردانی بود. البته فیلمنامه نویسام خیلی موفق بودن، به نظر من قشنگ در اومدن. این خوابا کاملا موفقیت گروه کارگردانی رو نشون میده. واقعا خیلی زحمت کشیدن، ازشون ممنونم. صحنه‌ای که
کندال مادرم رو داخل یه تابوت بالای تپه خاک کرده بود. وقتی که من اینو فهمیدم و رفتم تابوت رو از زیر خاک بیرون بیارم، شاید از لحاظ فیزیکی صحنه سنگینی برای من نبود، ولی از لحاظ روحی روانی یکی از صحنه هایی بود که منو تحت تأثیر خودش قرار داد. یه ماجرای بی انتها، یعنی در واقع ماجرایی بود که انتهاش رو ندیدیم. گاهی اوقات یه ماجرایی شروع میشه و نمیتونیم انتهاش رو ببینیم. میدونین چه جوری پیش میره، چقدر طول میکشه. فکر نکنم کسی حدس میزد اینقدر طول بکشه، ولی خب یه جای خیلی قشنگ و به بهترین شکل تمومش میکنیم. انشالله بازم از این کارای طولانی داشته باشیم. این که بعد 4 فصل کاریو در بالاترین سطح ممکن تموم کنی واقعا باور نکردنی. شماها کی هستین؟ ما شامبردیم. این کارخونه مال ماست، فهمیدی؟ اولین صحنه خواب تو روز سیاه خواب من بود. هنوزم در مورد اون صحنه خواب صحبت میشه. بازم از مراد سارات اغلوی عزیز تشکر میکنم. واقعا صحنه خیلی قشنگی بود. استادم خیلی زیبا درستش کرد. برای همین اون صحنه رویا جایگاه خاصی پیش من داره، به خاطر اینکه اون خواب مال شخصیتی بود که من بازی میکردم. تو اون خواب باران، نارین و من بودم. برای من صحنه لذت بخشی بود.
Kendinize iyi bakın. Hepinize geçmiş olsun.